با عرض سلام خدمت شما عزیزان. اومدیم با یه آموزش جدید، جوارش زیبا. البته شما عزیزان در این مراحل انتهایی ساخت جوارش رو میبینید که تمام این آموزش ها رو به طور کامل من در همین کانال براتون گذاشتم. در این لحظه این توسط چسب حرارتی و شعله یه چیز شبیه قطرات بارون یا قطرات شبنم و مصنوعی روی پارچه میذاریم. البته این کار رو حتی گفتم باید با لوازم خودش انجام بشه، وسیله خودش، تفنگ چسب حرارتی میتونید انجام بدید این کار رو. بچه ها پرسیده بودن که شما آموزش گل چینی میدین؟ نه، ما آموزش گل چینی نمیدیم، ساخت گل چینی نمیدیم. این تمام این چیزایی که ساخته شده همه با مقوا، همه با مقوا چسبه که به این شکل در اومده. و این گل چینی آموزش ساخت گل چینی نیست. بچه ها نیاز دارم حمایت هم کنین. سابسکرایب یادتون نره، لایک یادتون نره، لایک کنید، سابسکرایب داشته باشین کانالو. تیک اون زنگوله رو هم حتما فعال کنید که کارهای جدیدمون حتما به شما اطلاع رسانی بشه. ممنون میشم ازتون، همه جوره حمایت هم میکنید. تا آموزش بعدی شما رو به خدا رسونم.